اچ پایلوری مریضی نیست که اکثریت به نام مریضی را میشناسند. اچ پایلوری مخفف نام یک میکروب است که به نام هلیکوباکتر پایلوری یاد میشه و این حدودا 42 سال پیش توسط دو نفر به نام جیمز مارشال و روبین که پاتولوژیست بود، همکارش بود، در استرالیا سال 1982 کشف شده و یک میکروب است که از طریق آبهای آشامیدنی ملوث و سبزیجات و میوه‌جات ملوث و حتی غذای ملوث وارد عضویت ما میشه و منجر به التهاب معده و در مراحل پیشرفتهش زخم معده و روده میشه. بله، اگر اشاره داشته باشی راجع به واقعاتی که در جهان اتفاق میفته. خب اچ پایلوری یک مشکل جهانی است. در تمام ممالک وجود داره. اخصا در ممالکی که عقب مانده است و ممالکی که جهان سوم هستند و یا هم رو به انکشاف هستند. چون در اونجا حفظ الصحه صحی کاملا مراعات نمیشه. حتی او مردم با آبهای آشامیدنی صحی دسترسی ندارن، به غذاهای کاملا صحی دسترسی ندارن، گیر و بار زیاد می باشه، از غذاهای فست فود و باسی و روی بازار زیاد استفاده میشه و حتی جاهای مخصوص و مکانهای مخصوص به خاطر رفع حاجت وجود نداره در دنیا. از این لحاظ در مردم ها زیاد دیده میشه. یعنی اگر براتون بگم در 75% مردم دنیا اچ پایلوری، یعنی در هر 4 نفر یک نفر مثبت می داشته باشه که این به این معنا نیست که باید اونا هم تداوی صورت بگیرن. چون یک میکروب عادی تلقی میشه تا وقتی که منجر به اعراض علائم نشه نزد اشخاص، التهاب ایجاد نکنه یا حتی بستگی به خود شدت مریضی داره یا منجر به زخم معده نشه یا زخم قطع اول روده نشه، تو وقت قابلیت تداوی نداره. یعنی از طریق آبهای ملوث و غذای غیر صحی وارد عضویت میشه و منجر به یک سلسله اعراض علائم میشه. بله، خیلی عالی اشاره کردین دکتر صاحب. در لابلای صحبت اشاره کردین که از هر 4 نفر یک نفر اچ پایلوری داره. دیگه حالا برای ما ایره بگوین که کدام علائم باعث میشه که ما بفهمیم که ما اچ پایلوری میده داریم؟ خب پیشتر گفتم یکی به صورت نان اکتیو است، یکی به صورت اکتیو است. یعنی در 4 نفر یک نفر ممکن اچ پایلوری داشته باشه، ولی هر اچ پایلوری مثبت به این معنا نیست که مریض حتما باید تداوی صورت بگیره. چون آنتی بیوتیک هایی که به خاطر تداوی صورت میگیره بسیار قوی است و همون میکروبایی که یا باکتریایی که در رودای ماشوم وجود داره، باکتریای مفیده حتی سبب از بین رفتن از اون میشه اگر تداوی های نادرست صورت بگیره. و اچ پایلوری اعراض علائمی که نزد اشخاص ایجاد میکنه از درد و سوزش قسمت فوقانی بطن شروع میشه، بالای ناف، در پهلوش انتفاخ بطنی می داشته باشه، مریض از سر صدا یا غر و غور شکمشون شکایت می داشته باشن، کاهش اشتها می داشته باشن. باز به مرور زمان وقتی که اچ پایلوری از طریق عضویت از طریق دهن یا غذا وارد عضویت میشه، در قسمت اخیری معده در دیوار معده خود میچسبونه، سبب تخریب غشای مخاطی یا پوش یا دیوار جدار معده میشه. او رو که پاره کرد باز منجر به چی میشه؟ التهاب میشه در اونها، یا منجر به تورم میشه، پوندیدگی میشه و پیشرفت کرده بره باز منجر به زخم معده و زخم یک قطعه اول روده میشه که باز در صورت مریض از استفراغات خونی و مدفوع خونی و کاهش اشتها هم شاکی می باشه. بله دکتر صاحب، میخوایم بفهم که چیکار تشخیص بکنیم؟ خب راه زیاد وجود داره به خاطر تشخیص تثبیت هلیکوباکتر پایلوری، ولی چیزایی که زیاد معمول است، مریضا معمولا از طریق خونشان هم میشه ایره چک بکنن که زیادتر مثبت میبره و زیاد توجه به خاطر تداویش صورت نمیگیره. از طریق مدفوع هم میشه صورت بگیره. معاینه ازی یک معاینه است از طرق تنفسی یوریا برست تست میگن، از طریق هم میشه صورت بگیره و چیزی که زیاد خوب موثر واقع میشه اگر خواسته باشیم دقیق باشیم، گلد استاندارد است اندوسکوپی. از راه اندوسکوپ چینل بیوپسی است که تیزو داخل میشن، پارچه میگیرن، نمونه از قسمت اخیر معده و جایی که یوجا انتون خوب رشد میکنه پارچه گرفته میشه، به پاتولوژی فرستاده میشه، بعد از یک سلسله تثبیت و تشخیص دوباره باز به تداویش پرداخته میشه. بله بله دکتر صاحب، چه خوب است یک انالایز بکنیم، یک تفکیک هم تحلیل بکنیم. آیا اچ پایلوری معده با تکلیف معده یکی است؟ خب اچ پایلوری که است میکروب است، باکتریاست، نوع باکتریاست هلیکوباکتر پایلوری. این خود از این عامل امراض معده میشه، مثلا عامل التهاب معده است، عامل زخم معده است، عامل زخم روده است. یعنی اچ پایلوری خودش مریضی نه، بلکه عامل یک مریضی است که عبارت از گاستریتیس و همچنان ایروسیو گاستریت و یا همچنان دودینل اولسر و یا هم گاستریک اولسر منجر میشه. بله، حالا سوال اینجا هست که چگونه تداوی کنیم؟ آیا هر اچ پایلوری مثبت قابل تداوی است و یا خیر؟ قبلا قسمی که ذکر کردم هر اچ پایلوری نیاز به تداوی نداره، چون تا وقتی که اعراضی که پیشتر ذکر کردم نزد مریض ایجاد نکنه تداوی
ایجاب نمیکنه، چون همون تداوی که حدودا 2 هفته صورت میگیره، آنتیبیوتیکایی که به خاطر تداوی از صورت میگیره، او منجر به این میشه که اگر اچ پایلوری مثبت باشه و اعراض علائم هم نداشته باشه، یک سلسله میکروب های بسیار مفید است، پروبیوتیک ها میگه در داخل رودای ما و شماست که بسیار مفید است برای بدن ما. و این آنتیبیوتیکایی که تا وقتی که میکروب اعراض علائم نداده باشه استفاده شوه، منجر به این میشه که اون میکروب از بین بره، معافیت بدن ما پایین میاد، ضعیف میشیم. به اون خاطر تا وقتی که اعراض علائم نداده باشه ما باید تداوی نکنیم. و در صورتی که اعراض علائم ایجاد کنه، باز در اون صورت میشه که کورس 2 هفته تداوی کار داره. 14 روز است. 14 روز هم زیاد اجازه نیست. استثنا در مراحل تشدیدیش بعضا ممکن ایجاب کنه، ولی 2 هفته زیاد تداوی نمیشه. یک دو تا آنتیبیوتیک بسیار قوی است که به نام کلاریترومایسین و اموکسیسیلین ایره در پلو یک تا از خانواده پی پی آی پروتون پمپ اینهیبیتورا، ایزومپرازول و پانتوپرازول، هر کدام از اینا که انتخاب کنیم، یا دکسلنزوپرازول که فعلا زیاد استفاده میشه، در پلو از دو آنتیبیوتیک و یگان دوای تقویه به خاطرش یک جای 2 هفته کورس تداویش است، آنتیبیوتیکش البته باز از خانواده پروتون پمپا به مرور زمان تا نظر به وضعیت مریض 8 هفته 12 هفته ادامه میدیم. بله خیلی عالی اشاره کردین جناب دکتر صاحب. سوال اینجاست که اگر تداوی صورت نگیره کدام اختلالات ایجاد میکنه؟ خب در صورتی که اچ پایلوری و اعراض علائم بده و مریض توجه خاص نکنه، اختلالاتی که در پی داره، خب یکی که پیشتر گفتم اچ پایلوری از راه دهن از طریق آبهای ملوث یا غذای ملوث وارد عضویت میشه. بعد از اینکه از طریق میری آمد در معده، در قسمت اخیر معده، در دیوار معده خود میچسبانه، غشای مخاطی معده را پاره میکنه، تخریب میکنه. وقتی که پاره شد زخم ایجاد میشه. زخم اگه جلوش گرفته نشد بازو پرفوریشن میته، پاره میشه. پارگیش منجر به خونریزی میشه. یعنی سبب پرفوریشن میشه، سبب بلیدینگ خونریزی میشه. و اگر این در مراحل پیشرفته به مرور زمان 20 سال 30 سال ادامه پیدا بکنه و مریض هم توجه نکنه، حتی به سرطان تحول میکنه. نسج نرمالش، حجرات نرمالش به غیر نرمال تبدیل میشه و یعنی سرطان ایجاد میکنه. در کل پرفوریشن ایجاد میکنه، اول زخم ایجاد میکنه. اچ پایلوری اگه جلوش گرفته نشه، زخم معده یا روده، 90% دلیل زخم روده و معده این اچ پایلوری است. بعد از او زخم پاره میشه، خونریزی ایجاد میکنه. بعد از او اگه جلوش گرفته نشه به مدت ها سبب سرطان هم شده میتونه. بله جناب دکتر صاحب، کدام اقدامات در اول باید انجام بدیم به خاطر تداوی اچ پایلوری؟ خود در مراحل ابتدایی وقایع بهتر است تداوی. بله. کسایی که میخواین نه تنها مربوط به اچ پایلوری، سایر امراض رژیم غذایی خود از امراض جهاضمی باید زیاد متوجه باشن. خصوصا کسایی که مشکلات هضمی دارن باید از غذاهای تند و تیز استفاده نکنن، از غذایی که شب مانده است استفاده نکنن، از گوشت گاو و کلان استفاده نکنن، پیاز خام، نوشابه‌های گازدار، آشک، منتو، بولونی، چیپس، پریزاتش از این چیزا استفاده نکنن. این اقدامات لازم است که مریض باید استفاده کنه. غذایی که ثقیل باشه استفاده نکنن، پرخوری نکنن، 3 وقت نه 6 وقت کم نون بخورن. اینی مگاپا مراد شوه ان شاء الله که اون نتیجه مثبت میده. شما دکتر صاحب یک چیز یادتون رفت یا هم یاد ما رو رفت، آیا نوشیدن نوشابات گازدار باعث بدتر شدن اچ پایلوری ما میشه؟ طبعا بیشتر فکر کنم در بخش پریزات سریع گفتم و شاگردای دکتر تلوری رقم گفتم و در اینجا چون زیاد تکرار میکنیم، هر مریض که از پیش مقصا میکنه پریزم تو گفتم میریم در اینجا نوشابه گازدار که میزان افراز اسید معده را زیاد میکنه. وقتی که میزان افراز اسید معده زیاد شد، فاکتورهای تهاجمی نسبت به فاکتورهای دفاعی بیشتر میشه. باز در اون صورت منجر به این میشه که مریض